پسرمون بود استاد تاجبخش، پیش اون ویولون کار میکردم. اکتش این تو هست، برقی داره باش تمرین میکنه. اینجا نوشته ساز جهانگیر. این کتاب سیمای هنرمندان ایران، موسیقی ایران و این آقای حبیب الله نصیری‌فر کادو داده به فردین و عکساش هم این تو هست با ابوالحسن خان صبا و محمود تاجبخش، لقمان ادهمی، همه هنرمندان، علی تجویدی، یاحقی، همه عکساشون تو این کتاب هست. همه هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی عکساشون تو این کتاب هست. در هر حال باید گاهی وقتی به یادشون بود. خانم اکرم تاجبخش، همسر جهانگیر برزین، خود از صوتی بسیار دلنشین بهره بوده است و به ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی وارد است و موسیقی را به خاطر دل خود دوست دارد. قطعه شعری به نام ساز جهانگیر توسط شاعر دلسوخته و با احساس مهدی تاجبخش سروده شده که از نظر گرامی شدن خوانندگان عزیز می‌گذرد. نوای دلنشین ساز برزین دمد بر جسم بیجان روح و تسکین. چو با او همدم و دمساز گردی، ز راه ناشکیبان باز گردی. وجودش چون چراغی تابناک است، روانش از رکود کینه پاک است. ردیفش را نکیسا گر بپوید، دگر حرف از ردیف خود نگوید. جهانگیر از سازد، سپارم آن نوای دلنوازد. بماند در کتاب عشق نامد، شود پر از می تهذیب جامد. بمانی در جوار دوستان شاد، که گشتی از دوستداران از استادان هنر یاد. اگر سازش به سوز دل گراید، به دلها بعد از این سوزی نپاید. زندگی خسته‌ام گوشه زندون غم، دست و پا بستم. هرچی تو دنیا غم مال منه، روزی 1000 بار دل من میشکنه. دل دیگه اون طاقت رو نداره، خدا نداره. از در و دیوار واسه دل میباره، خدا میباره. دل دیگه اون طاقت رو نداره، خدا نداره.